فکر میکنم هممون یه بخشی از خاطرات خوبی که توی ذهنمونه رو با آدمایی ساختیم که دیگه باشون صحبت نمی‌کنیم و واقعا این یه قسمت خیلی عجیب زندگیه و میدونین همیشه آدم خداحافظی نصیبش نمیشه. بعضی آدما و بعضی دوستیا، بعضی ارتباطات به مرور زمان توی بک‌گراند محو میشن به دلایل مختلف، مهاجرت یا زمان زیاد گذشتن و ارتباط نداشتن یا به هر دلیلی، و این خیلی دردناکه. نه به خاطر اینکه اون خاطرهای خوب واقعی نیستن، به خاطر اینکه اون ارتباطی که ما فکر میکردیم قرار ادامه دار باشه، اون دوستی که فکر میکردیم در آینده قرار وجود داشته باشه، اون شب بیداری‌ها و صحبت کردن و بازی کردن و با هم برنامه چیدن برای آینده و فکر میکردیم که اونا قرار وجود داشته باشن ولی الان نیست، خیلی سخته. من میدونم که همدیگه رو متوجه میشیم، اما جفتمونم میدونیم که برای اون زمان ما بهترین خودمون بودیم و شاید برای همدیگه نهایت تلاشمون هم کردیم. فقط با به یاد آوردن اون خاطرها همچنان اون لبخند روی لب ما وجود داره.